باز برگشتی؟ مگه نرفته بودی بالا براره؟ من برات توضیح میدم شیر فرهاد جان. فقط فعلا امشب از اینجا نمیتونم برم بیرون. یعنی که چه که نمیتونی بری بیرون؟ ما مهمان نبخوایم به سلامت. خیلی خوب میرم، فقط باید صبر کنیم که هوا تاریک بشه. مگه عنکبوت داری که باید صبر کنی هوا تاریک بشه؟ تو روشنایی ورو که جلو پاتو ببینی. به سلامت. شماها دیگه کی هستین؟ نه به اون مهمون قاپونتون نه به این مهمون تپونتون. بریم بابا. مبارزه میکنیم؟ مبارزه چیه؟ بشین میخوام 2 کلام باهات حرف حساب بزنم. همینجوری ایستاده راحت ترم بگو. خب من یه مشکلی دارم. من تحت تعقیبم. پلیس دنبالمه. این چیزا به ما ربطی نداشته بید. مردم براره کلن از آدم‌های سیاسی خوششان نبیاد. رو همینه کی به تو گفته من کار سیاسی میکنم؟ چیزی این از خودم حدس در کردم. از روی نکت. باید به اطلاعتون برسونم که من فقط به خاطر نوشتن یک مقاله تحت تعقیبم. مقاله‌ای که مربوط بوده به گسترش روزافزون اختلاف طبقاتی در جامعه. زهر مار واسه چی میخندی؟ آخه این لهجت خیلی خنده‌دار بود. مقاله‌ای که مربوط بوده به گسترش روزافزون اختلاف طبقاتی. لهجه خودتو مسخره کن. اونا به خاطر نوشتن این مقاله منو به بد آب و هواترین منطقه ایران تبعید کردن. میدونی چرا؟ نمیدانم. چون اونا میترسیدن از بیداری مردم. استعمارگرشون. اینایی که الان و گفتی حرفای سیاسی بید، نه؟ ولش کن بابا. من فقط این ژاندارمه بخوابه هوا تاریک شد از اینجا میرم. برای ژاندارم نداشته بید. 6 ماه پیش آخریشان دیوانه شد رفت تیمارستان. ژاندارم جدید آوردن. چه بگفتی؟ ژاندارم جدید آوردن. همینجا بشین برم ببینم چه گلی باید به سرت بگیرم. بلکه شد شب همرات بیام. واقعا؟ ها به چه؟ یه مرد برره‌ای کسی را که تو خانش پناه میده دیگه میشه مثل ناموسش. ممنونم شیر فرهاد. من میدونستم که مردم حرف منو میفهمن. ممنون. شیر فرهاد. شیر فرهاد. کیه؟ من وجدانت میدم. نفهمیدم کی؟ من وجدانت میدم. برای که وجدان نداشته بید. تو داشته بیدی. منتها من یه مدت درازی خواب بیدم. الان بیدار و شدم دارم کش و قوس در بکنم. خب همون برو کش و قوس تو در بکن. برو بخواب. بهت خیلی احتیاجی ندارم. نه دیگه خواب از سرم پرید. ببینم تو داری کجا باشی؟
من میرم اینجا یه آب نخود بزنم به بدن، حالم جا بیاد. بعدش هم میرم پیش این ژاندارمه، یه حالی ازش بگیرم بدانه با کی طرفه. خر خودت بیدی. تو داری وری مهمان تو پناهنده تو لوودی به ژاندارما. من به قیافم میاد این کارو بکنه؟ اگه جایزه داشته باشه چه؟ چقدر مثلا؟ ای خاک تو سرت خجالت بکش. خب به من چه مربوط میده؟ این یارو چشمش کور میخواد سیاسی نشه، من نان خانوادم از کجا بیارم و خوریم؟ بدبخت ای به خونت پناه آورده بید. لال و شو. نه خیر، من با عنوان یک وجدان آگاه و بیدار وظیفه‌ام بید که به تو تذکر بدم که از این به آخ نامرد. چی شد؟ هیچی، تو برو و خب شب بخیر. شب بخیر. کی بود؟ میگم کی بود؟ شما. منو بگویی؟ بله، بلنش ببینم. با من بیدی؟ شما نه، بفرمایید خواهش کنم. اون بغل دستیتون. با من بیدی؟ نه خیر، شما بفرمایید. شما اینی که از همه بچه تره. منو بگویی؟ نه خیر، شما بفرمایید. در واقع بنده خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما آشنا شدم. بنده هم سرجوخه ژاندارم یار احمدی هستم در خدمت مردم خوب و مهربون برره. حالا بفرمایید خونه هاتون، به زندگیتون برسید. بذارید منم کارامو بکنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. کی بود؟ میگم کی بود؟ ببینید، شما از اخلاق خوب من سوء استفاده نکنید. اگر جناب سروان طغرل اینجا برسه اون اخلاقش با من خیلی فرق داره ها. وگوهم بگه جناب سروان میخوان تشریف بیارین. نه خیر، ایشون در حال حاضر مشغول سرکوب اشرار کتکله در سیستان و بلوچستان هستن. میخندین؟ وقتی اسمش توی سیستان و بلوچستان میاد پشت همه میلرزه. حالا بفرمایید بریم خونه هاتون. اگر اون بیاد اینجا با من خیلی اخلاقش فرق میکنه ها. بفرمایید خونه هاتون. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید بریم خونه هاتون، منم به کار و زندگیم برسم. بفرمایید. باریکلا. سلام عرض شد. دور زمین سلام علیکم. مهمان تازه داشته بیدیم، از خودتان احترام در بکنید. شیر فرهاد، این که ژاندارمی. ژاندارمید که ژاندارمید، احترام در بکنید تا سگ نبشدم. قربان محبت شما، خواهش میکنم بفرمایید. دو تا آب نخود تازه تگری در بکن. به مناسبت ورود ای مهمان همه شما آب نخود مهمان من بود. به ولایت ما خوش آمدی. قربان شما. گفتی جناب سروانم تو راه بید نه؟ بله، انشالله تا هفته دیگه اینجا هستن، میرسن. ما مردم برره به قانون خیلی احترام در بکنیم. بله بله، مشخصه چه مردمان نازنینی هستند این مردمان برره. تو عمل فوری خودمانی نشو. چیزه حالا کجاست؟ اول جایزه منو بدی، بعد زندانی رو تحویل بده. استوار شدم رفت. 3 ماه ژاندارمری کل کشور دنبالشن که بسیجن که پیداش کنن. حکم تیر داره. نه بابا. بله،
از الان دارم توی روزنامه میخونم که دستگیری قاتل فراری به دست سرجوخه ژاندارم یار احمدی. نه، استوار احمدی. گفتی قاتل قتلم کرده؟ 6 نفر رو کشته. ببینم این قاتلی که وگویی سیاسی هم بیده؟ نه. اسمش بید کیانوش استقرارزاده؟ همین روزنامه نگاره؟ همین که مقاله سیاسی نوشته بید. نگهش دار برای خودت. یعنی چه؟ استقرارزاده عفو. چرا نمیخوری؟ من دوست نداشتم. اگه میشه چه یه لیوان گفتی؟ آب نخود دوست نداشتی؟ چرا؟ حالا شد. ببینم الان مظنه زندانی فراری چند بیده؟ بله؟ من یه زندانی فراری دستگیر کردم. تو یه زندانی فراری دستگیر کردی؟ فراری؟ یواش، همه باید بفهم. سرتان به کارتان باشه. الهی که قربونت برم. نکن. ببینم اینا را برای چی عفو کردن استقرارزاده رو؟ خب یه عده عفو شدن، اینم باشون بوده. من میگم بیای نه همین جور که هست ورش دار. جایزش هم هرچی خواستی وده. آقا جان عفو شده، به درد من نمیخوره. به جهنم. تقصیر من بود که میخواستم وظیفه ملی میهنیم انجام بدم. حالا اگه اون قاتل فراری هم دیدم چیزی نبگم. سرتان به کارتان باشه. هاستا لا ویستا شیر فرار. آی کجا دربری؟ پول آب نخود رو بده. شانس نداشته بیدیم یه زندانی فراری هم که پیدا کردیم عفوش و خورد. چی فرهاده کرده بید ما خر بیدیم؟ راست بگوی آبچی، همه برارم وردونم واسه چشش دنبال اون مرد تهرانی دیم. ولی کور خونده بید هیچ که اون سهرناز ترشیده رو نستونه. چه برسه به یادم خوشتی به تهرانی. اگه اون عادت نداشته بیدم دست رو زن بلند بکن. تو دختر بهتر از اون ترشیده تو براره بید. یکیش خودتو خاک بر سرم. تو که خودت بهتر بیدی. اختیار داری آبچی، تو که بهتر بیدی. چرایی به فکر خود من رسیده بود. انشالله که بختت واقع میشه. شیر فرهاد. حالا دیگه به من افتخار بکنی نه؟ چرا مثلا؟ خب واسه اینکه این پناهندم رو به ژاندارم لو دادم. میخوام اجازه بدم همینجا پیشم بموند. راست بگویی؟ ها به جان بوام. حالا که فهمیدی و عفو شده فکر کردی بتونی وجدانت گول بزنی؟ مگه تو اونجا بیدی؟ من فکر کردم همیشه همین تو گوشه حیات بشینی. ابله وجدان انسان همیشه همراهشه. چه مکافاتی شد این حالا هم بهت وکو همین کاری که الان میخوای وکنی اصلا صحیح نبید. کدوم کار؟ من نبفهمم چی وگویی. خودت با اون راه نزن، برو حقیقتو به او بیچاره وگو پاشه بره پی زندگیش. راست وگویی. من حق نداشته بیدم با زندگی یه آدم بازی وکنه. آفرین. میرم الان میگم خیالش تخت باشه. من میدونستم که هنوز نشانه های از انسانیت در براره مونده بید. من میدونستم. حالا من به تو افتخار بکنم.
آخ نامرد. حالا لال وشو دیگه. چی شد؟ تیر دارن هی نره خوردن هی نبردن هی. حرف بزن چی شد؟ ای ژاندارم اصلا آمده دنبال تو. بدبخت شدم وا. کل ژاندارمری مملکت بسیج شدن تو را بگیرن با حکم تیر. حکم تیر؟ برای جایزه هم گذاشتن 2000 تومن. 2000 تومن؟ مگه قاتلم من؟ از قاتل بدتری کار سیاسی و کردی. من میرم خودمو تسلیم میکنم. شلوغ نبکن. اینا از نبود من دارن سوء استفاده میکنن، دارن منو نزد افکار عمومی خراب میکنن. این لهجهش خیلی زایه بید. افکار عمومی. میدونی چیه شیر فرهاد؟ من که خودم میدونم کاری نکردم، گناهی ندارم. من میرم توی دادگاه و از خودم دفاع در بکنم. چیه این زبونتون؟ میرم از خودم دفاع میکنم تو دادگاه. بشین سر جات. تو مثل این که نبفهمی اینا میخوان تو رو وکشن. راست میگی؟ به خاطر همین حرفا. بیداری مردم، افکار عمومی، استعمارگر. راست میگی؟ از خودم حرف سیاسی در بکردم. من که نمیتونم تا آخر عمرم اینجا بمونم که. شاید یه راهی داشته بید. چی؟ که تو همینجا بمانی. میگم نمیتونم اینجا بمونم. اصلا صحیح نیست من اینجا بمونم. اگر من لو برم شمارم میگیرن، باعث دردسر شما میشم. اصلا بهتره کسی نفهمه کیانوش استقرارزاده یه روزی تو برره بوده. یه لال شد و دقیقه کیانوش استقرارزاده مرد. بله؟ تو باید برره‌ای بشی. برره‌ای بشم؟ از همین امروز کارته، لباساته، اسمته فراموش میکنی میریزی دور برره‌ای بشی. تو ده که همه منو میشناسن که. اگه اینجا بمانی دیگه مسئله نیست. اگه برره‌ای بشی مسئله نیست. واسه اینکه برره‌ای رو لو نوده. خیلی تصمیم بزرگیه. باید در موردش فکر کنم. فکر بکن. شیر فرهاد. شیر فرهاد. آخه نامرد یکم شرم کن. انقدر ای بنده خدا رو. خیلی نامردی. لالوا شدی؟ فکر کردم راجع بهش. قبول میکنم من برره‌ای میشم. فکر کردی به این الکی هست؟ آقا رو بمیرین همتون انشالله. کجا داری میریم ببخشید؟ خب به منم بگو چه خبره. خب عینکت وردار. چقدر راحت بود.
حالا 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 خیلی خوب بود. من برای شدن مراحلی داره که باید انجام بدی. بله. حالیت و شد؟ بله بله بله. خب الان برای شدم دیگه. بیا برو. کجا برم؟ باید وری 1 هفته تو جنگل سر کنی. برو. واسه بهم یه هفته من چجوری تو جنگل بمونم؟ فکر کردی برای شدن الکیه؟ باید پله ها شاطی کنی. میری 1 هفته تو جنگل سر میکنی میای. تمام کسایی که میخوان برری بشن در برره در سن بلوغ میرن در جنگل 1 هفته سر بکنن. برو. خب من چی بخورم تو جنگل یه هفته؟ پس این خنجر رو واسه چی بهت دادم؟ میری حیوانات وحشی شکار میکنی میخوری. برو. تو این جنگل حیوان وحشی هستش؟ خرس داره. خرس داره؟ ببین من زیاد مزه خرس رو دوست ندارم. بعدم یه مسئله هست شیفرا جان، من هر روز باید استحمام کنم، سر من زود چرب میشه. برای نمونه بهت بگم، من امروز حموم بودم، سر من دست بزن ببین چه چربه. میخوای برره‌ای بشی یا نه؟ بله خب اما نداره. یا 1 هفته تو جنگل سر کنی یا خشک حساب کنی. برو. واسه چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. گفتم 1 هفته تو جنگل سر کنی. خب نه اون دومیه. یا اینکه خشک حساب کنی. یعنی چی خشک حساب بکنم؟ یعنی اینکه به جای اینکه تو جنگل سر کنی پولش آوردی. این پول خرج بچه‌های بی سرپرست برره بشه. درسته. برو. خب باشه من ترجیح میدم خشکی حساب بکنم. چقدر میشه؟ 20 تومن. 20 تومن. 20 تومن. چقدر خوبه آدم به بچه‌های بی سرپرست برره کمک بکنه. الان من خیلی خوشحالم. خب تموم شد، برره‌ای شدم. حالا 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 حالا. خیلی راحت بود، خیلی خوب بود، متشکرم. فکر کردی تمام شد؟ آره. خوش خیالی. 4 مرحله دیگه باقی مونده. 1 یه گرگ و کشی پوستشا و یاری براره. 2 میری نوک او کوه گیاه خلنجون میچینی میاری. 3 در 1 وعده باید 2 من نخود بخوری. 4 شب میری در ری نشیمنگز ها میخوابی، صبح برمیگردی. آقا این حس کمک به بچه‌های بی سرپرست برره اصلا منو ولم نمیکنه. یه مسئله هست، اینایی که گفتی رو هم چقدر میشه؟ کلن یعنی؟ بله. یه کوه خلنجون 17 تومن، اونم 2 من نخود 11 تومن میشه 28. اونم یه دره نشیمنگز ها داشتی، اونم 5 تومن. اونم یه گرگ بکوش پوست 47 تومن جمعش میشه. حالا تو مهمانی 45 بده. بفرمایید. چقدر راحت حل میشه مسائل اینجا. خیلی خوب بود. حالا 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 تمام شد. خیلی خوشحالم. تبریک و گوام، تو دیگه الان یه برره‌ای هستی. خیلی خوشه. چقدر مانده پله آخر. چیه اون دیگه؟ اینکه یک زن برره‌ای بسونی. بچه‌های بی سرپرست من اصلا دوستشون دارم. چقدر میشه؟ تو پیش خودت چه خیال کردی؟ فکر کردی همه چیزا میشه با پول خرید؟ نه من فقط میخواستم یه کمک فقط یک راهش جانبه. اینه که یک زن برره‌ای بسونی. یعنی برای بچه‌های بی سرپرست کاری نمیشه کرد؟ لال شو. آخه من علاقه از ازدواج ندارم. تنها راه اینه، یا زن برره‌ای میسونی یا بری زندان. سلام، خسته نباشی. سلام علیکم. چه جای خوبیه واسه استراحت. بله. استراحت کدامم؟ مگه کوری که من سر مزرعه‌ام؟ ببخشید من متوجه نشدم. عذر میخوام. ببخشید. چی کار میکنین سر مزرعه؟ اینجا مزرعه نخود بود. بله. این نخود یک گیاه سگجانی بیده. بله.
ای خودش از زمین در ویاد، بعد خودش هم آبیاری وشه دیمیه، بعدم خودش وقتی ورسه وریز زمین. فقط ما سالی 2 بار میدیم اینو خدا رو از رو زمین جمع بکن. بله واقعا خسته نباشی نمیگی. بله شیر فرهاد، من فکرامو کردم. میخوام بهت بگم که اگر دختر خوبی باشه و ما روحیاتمون به هم بخوره، یک درک متقابل از هم داشته باشیم، من ازدواج میکنم. موافقم. سحرنازه به خواهر من میخندی؟ من نه، ولی دارم فکر میکنم که شوخی داری میکنی با من. بگه من با تو شوخی دارم؟ یا فکر کردی خواهرم دختر خوبی نبید؟ یا گفتی که نجیب نیست ها؟ من همچین حرفی زدم؟ نه، منظورم اینه که احساس میکنم خانم سحرناز از من خوشش نمیاد. ازدواج که وکنید خوشش بیاد. یک کمی هم اخلاقش تنده. کی همچی چیزی بهت گفته؟ کسی نگفته، جاش هنو خوب نشده. یعنی این از عوارض ترشیدگی بیت، ازدواج که کنه خوب باشد. من گاهی هم به تسلیم فکر میکنم، میگم که خودم برم تسلیم کنم، چون میدونی حیف سحرناز خانومه دختر به این خوبی زنه یک متهم فراری بشه. ژاندارمه داره و یاد قایم و شده. سلام علیکم. سلام شیر فرهاد. بشین. خوبی؟ چه خبرها؟ هنوز که خبری نیست، ولی امن و امانه. از اون متهم فراری خبری نشد نه؟ دیر یا زود پیداش میکنیم، مرده یا زنده. عاقبت بدی در انتظارش بید. شک نکن. حالا و گوهم شاید اشتباه و کرده باشن، شاید دوباره محاکمش کنن. محاکمه؟ حکم تیرش در اومده، بگیرن تیربارونش میکنن. سحرناز یا تیرباران؟ سحرناز زانو وزن، عینک تاوردار. از این لحظه نامت شد بید شیرکیانوش برره. سلام عرض شد آقای نظام دو برره. و بینم با مهمان تپاندهتون خوش بگذرونید.
مهمان ما قاپانده بید نه تپانده. تپانده قاپانده تپانده قاپانده قاپانده تپانده. کلک نخوردی. غریبه چرا لباس برره تنش نکرده؟ ای دیگه غریبه نیست. ای شیرکیانوش برره داماد ماست. یعنی شوهر سحرناز؟ راست مگوه؟ راست مگوه. به مناسبت ای وصلت الا میریم شبهای برره. تمام برره آب نخود مهمان من بیدن. شما تشریف نبیارین. شما گردن خودت بکش. سحرناز واپر! بله؟ براره جانش در برد واسه دعوا. واپر! من زیاد دعوایی نیستم. میگم واپر واپر! بزه! اونو احفه کن بگو. من درست نباشیدم. بگو. من درست نباشیدم. گفتی آقا جانشان براری بشده. براره بشد. به سلامتی و مبارکی. این خاک براره لامصل گلو رو بلکن. با دیر داشتم کسی پا بذاره اینجا محال ممکن دل بکنم. ببینم شیر فرها یعنی کیانوش همه بله ها رو برفته. حالا دیگه براره شده از این و بعدم اسمش شیر کیانوش. پس به جمع ما خوش در آمدی شیر کیانوش. وزن قربان لطف همگی. وزن گاز نگیر. شیر فرها پس به سلامتی وقت خواستیم مالو بزنیم. یه دختر خوب بقره‌ای واسش مدسون. پس فکر کردی چی براره شده؟ او دختر خوشوقت کیمه؟ سحرناز. سحرناز؟ وزن تو هم وزن. وزن میگم. نامردا دعوا بید. چرا من خبر نکرده بیدید؟ جانم. بله هرچه گفتم یادت بید؟ بله بریم دیگه تا نظرم عوض نشده بریم. نکبت جانم. خیلی هم دلت بخواست. بله میخواد بریم. باشی. لال و مرده. خب بنال پس. بله. یکم دست پاچه شدم، در واقع هول کردم. حرف بزن. گوش بله. بکنی. بله من در واقع خدمتتون رسیدم که خانم سحرناز خانم رو از خدمتتون خواستگاری کنم. گل واسه‌تون آورده بیدیم
دخترتون رو برده بیدیم. خاک و چوک، چه جسارت ها. چقدر زود رنج بیدی. ببینم تو منو مسخره کردی؟ من همچی قصدی نداشتم. تو مگه نگفتی با آشو صحبت کردی؟ ها صحبت کرده بیدم. خب بچه منو کتک زدن؟ خدا تو هم منو کتک زدی؟ این مراسم بهش میگن خواستگار زنون. خواستگار زنون؟ آره میفهمم. چرا من خودم متوجه نشدم خواستگار زنونه؟ خب یعنی چی این رسم؟ یعنی چی؟ چرا میزنن؟ این یه رسم قدیمیه برای ربید. خواستگارا دفعه اول که میاد خواستگاری سیر وزنن. این کارم 3 دلیل داشته بید. 1 ای که خواستگار و فهمد که ما دختر از سر راه نیاوردیم که فرتی بدیمش ورد. 2 ای که میزان غیرت ما دست خواستگار ویاد. 3 ای که خواستگار بفهمد ما دختر از سر راه نیاوردیم و میزان غیرت ما دستش ویاد. ببخشید این بند 3 ترکیب بند 1 و 2 نبود؟ نه خیر. متوجه شدم. حالا باید چی کار کنم من؟ حالا برای آبی به سر و صورتت وزن. دوباره باید بریم خواستگاری. امکان نداره دیگه من پامو اونجا بذارم. به اندازه کافی به من توهین شده. من دیگه اونجا نمیام. حالا ببین. شماها همتون دیوونه این. شماها همتون دیوونه این. تو اعصابت خراب بید. من اعصابم خرابه؟ خانواده محترم شما برای 2مین بار متوالی در یک روز بنده رو کتک زدن. خواهر شما از بنده متنفره. بذار ببینم تو چرا میزنی پای چش من؟ یه مراسم برره‌ای بیده. خواستگار زنونتون که تموم شد. این خواستگار زنون 2. گوش بگیر ببین چه بگوه. خواستگار زنون 2 دلیل داشته بید. 1 ای که خواستگار ثابت بکنه که چقدر دختر دوست داره و در عشقش ثابت قدمه. 2 ای که ما بفهمیم خواستگار در عشقش چقدر ثابت قدمه و دختر دوست داره. شیرفرما جون مادره چند تا خواستگار زنون دیگه مونده؟ به جان بوام تموم بشد. حالا برو یه آبی به دست و صورتت وزن بریم ادامه مراسم. من محال دیگه پامو اونجا بذارم. بابا این خواهر تو از من متنفر. ببینم تو ندیدی چجوری با کله زد تو دماغ من؟ با کله وزد تو دخواه نشانه خوبی بید. یعنی این که چقدر دوستت و داشته. موهای من تو خواستگار زنون 2 آنچنان با کله وزد وسط دماغ بوام که دماغ بوام 19 تا وخیه و خورد. به این خاطره که اینجوری اینا با هم الان موها بوام خوشوقت بیدن. بابا من خوشبختی اینجوری نمیخوام. من خواستگاری نمیام. چمدون منو بده برم ژاندارمری خودم رو تسلیم بکنم. من خواستگاری بیا نیستم دیگه. تموم شد. ما دیگه خواستگاری نداریم که. پس چی؟ الان مراسم عروس تو گونی برونه. بلی؟ تو باید سحر نازه و دزدی.